الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که هر کجا هستید و هر گوشه ای از این جهان هستی که وجود دارید، الله متعال شما را در سایه لطف و رحمت خودش نگه داشته باشد و در دین و دنیا موفق باشید. در خدمت شما هستیم با پاسخ به سوالات شما عزیزان. سلام، اگر با عصبانیت طلاق هست یا نه؟ یعنی اگر کسی همسرش را در حالت عصبانیت طلاق بدهد، آیا طلاق واقع می شود یا خیر؟ ببینید، به صورت یک امر کلی به عنوان یک اصل، عصبانیت در اصل مانع وقوع طلاق نمی شود. بیشتر و جمهور علما نظرشون بر همین هست، زیرا که معمولا طلاق در حالتی واقع می شود که در میان زن و شوهر اتفاقی افتاده، با همدیگر درگیر شدند، عصبانیتی به وجود آمده. در هنگام عصبانیت شوهر مثلا همسرش را طلاق می دهد. این عموما این گونه هست و مواردی که یک فردی زنش را در حالت عادی با مثلا اطمینان خاطر بدون عصبانیت طلاق بدهد بسیار نادر هست. پس بنابراین در اصل طلاق واقع می شود، مگر در صورتی که عصبانیت به اندازه شدید باشد که به هیچ عنوان فرد کنترلی بر خودش نداشته باشد و نمیداند که چی میگوید و بعدا هم وقتی که به اون گفته بشود که تو در هنگام عصبانیت چنین حرفی زدی، اصلا بیادش نیاد، بینه و بین الله یادش نیست که مثلا طلاق گفته باشد. در این صورت طلاق واقع نمی شود. اما در حالتی که عصبانیت یک عصبانیت عادی هست، به معنی بالا بردن صدا هست، در این صورت طلاق واقع می شود. آیا کارت اهدای عضو بگیریم درسته؟ از نظر شرعی اشکالی ندارد. اگر کسی میخواهد که عضوی از اعضای بدن خودش را بعد از وفات خودش به طور مثال اهدا بکند، از نظر شرعی در این زمینه ممانعتی وجود ندارد و شما می توانید این کار را انجام بدهید. این بستگی به رضایت خود فرد دارد در واقع. منتها صرفاً اهداش لازم جایز هست و فروختنش از نظر شرعی، فروختن اعضای بدن انسان از نظر شرعی اشکال دارد و جایز نیست. خوردن شیر همسر حلال است یا حرام؟ بحث خوردن شیر همسر معمولا کسایی که سوال میکنن در هنگام رابطه زناشویی شاید چنین اتفاقی بیفتد، نه بدین معنی که خوردن شیر به اصطلاح همسر حلال هست، یعنی این که مانند بقیه موارد از اون استفاده بشه، نه، بلکه بالفرض اگر در هنگام رابطه چنین اتفاقی افتاد و کسی شیر همسرش در دهانش رفت یا آن را خورد، از نظر شرعی اشکالی در نکاحشان به وجود نمی آید. یعنی این که این ازدواج باعث این که از همدیگر طلاق بشوند یا با همدیگر محرمیت رضایی صورت بگیرد، نه، چنین چیزی ثابت نیست و اشکالی به وجود نمی آید. طفلی 4 سال فوت کرده بهشتی است، برایش عزاداری و فاتح خوانی رواست. ببینید، به عنوان یک اصل کلی اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که ما در مورد هیچ کسی حکم نمی کنیم که فلانی بهشتی است یا جهنمی هست به صورت کلی.
این یک اصل و قاعده هست که اهل سنت و الجماعت نظرش این هست که لا ننزل احدا جنتا ولا نارا. ما معتقد به این نیستیم و این کار رو نمی کنیم، چنین حکم فتوایی صادر نمی کنیم که فلانی و فلانی و فلانی بهشتی اند و فلانی هم که جهنمی هست. نه، بهشتی بودن یا جهنمی بودن جزو به اصطلاح اختیارات الله متعال هست. در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم یک کودکی فوت کرده بود. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمود که خوش به حالش، این گنجشکی از گنجشک‌های بهشت هست. گنجشکی از گنجشک‌های بهشت هست. یعنی این که حکم کرد حتی این کودک به اصطلاح بهشتی هست، گرچه تا زمانی که انسان بالغ نشده باشد از نظر شرعی مرفوع القلم هست. یعنی این که محاسبه نمی شود، یعنی این که گناهی بر اون نوشته نمی شود، یعنی این که فرضی برگردنش نیست، مکلف نیست. اما با وجود این به خاطر اصل کلی که در این زمینه وجود دارد، ما نمیگوییم که فلانی بهشتی هست یا فلانی جهنمی هست. میگوییم که ان شاء الله فلانی به اصطلاح که اهل بهشت باشد، الله متعال اعمالش را بپذیرد. ان شاء الله که فلانی ما امیدواریم که الله متعال او را از جهنم نجات داده باشد. به عنوان یک سری تفاعل هست، نه به عنوان حکم قطعی و 100%. حکم عمل کردن دماغ گناه هست یا نه؟ اگر که به صورت به اصطلاح برای رفع عیب باشد، یک عیبی در بینی وجود داشته باشد، کسی بخواد عمل بکند اشکالی ندارد. اما اگر صرفاً به خاطر تغییر مدل و پیروی از مد باشد، در این صورت از نظر شرعی جایز نیست و بازی کردن با خلقت الهی هست و تغییر خلقت الهی جایز نیست. من ابروهام کم پشت است و صورت زیبایی نداره، میخواهم که هاشور کنم، آیا گناه هست؟ و اگر گناه هست گناهش بیشتر از اصلاح ابروست؟ اگر که یعنی واقعا به صورتی باشد که چهره شما رو زشت جلوه داده، فرض کنیم که اصلا ابروی شما دیده نمی شود یا خیلی بر چهره شما تاثیر گذاشته، این جز همون موارد رفع عیب هست، جز موارد رفع عیب شمرده می شود. شما میتونی هاشور بکنی یا میکرو بکنی، در این صورت برای رفع عیب اشکالی ندارد و جایز هست. آیا لباس به زمین بخورد و خاکی شود نجس میشه؟ آیا باید بشوریم برای نماز؟ نه، لباسی که بالفرض لباس خانم ها وقتی که به اصطلاح بلند باشه، از قامتشون بلندتر باشه، وقتی که به زمین بخورد یا عبایشون یا چادرشون، نه، این حکمش نجاست نیست. در همین زمینه یکی از امهات المؤمنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم رو همین سوال کردند که این لباسی که وقتی که ما راه میرویم بر روی زمین کشیده می شود حکمش چیست؟ آیا نجس است؟ و بالفرض اگر به نجاستی هم برخورد بکند، دقت بکنید به این نکته، بالفرض اگر به نجاستی هم برخورد بکند، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یطهرها ما بعدها، ما بعدش خود به خود اون رو پاک می کند. یعنی یک جا مثلا لباس به زمین کشیده شده باشد، به طور مثال یک نجاستی به لباس رسیده باشد، لباس آلوده شده باشد، خود همین که شما ادامه میدهید راه خودتون را و این لباس همچنان بر روی زمین، چادر شما، عبای شما کشیده می شود، این که دوباره به خاک مالیده می شود، این یک نوع طهارت و پاکی هست، یک نوع طهارت و پاکی هست. و همچنین است حکم کفشی که مثلا شما با آن راه می روید، اگر بالفرض نجاستی به آن رسیده باشد، وقتی که شما راه می روید و ادامه میدید به مسیر خودتان، خود همین استکاک کفش با خاک زمین، این خودش یک نوع طهارت است. پس بنابراین اشکالی نداره، شستنش لازم نیست. رابطه داشتن با شخصی بدون محرم بودن چه حکمی دارد اگر قصد به ازدواج باشد؟ صرفا این که قصد شما قصد ازدواج هست، این توجیه نمیکنه که شما با یک فردی بدون هیچ گونه حد و مرزی رابطه داشته باشید. رابطه با یک فرد نامحرم در حدی جایز هست که صرفا به اندازه آشنایی باشه، صرفا به خاطر این باشه که مثلا شما هماهنگ بکنید برای مثلا مقدمات ازدواج خودتون. اما این که یک مدت خیلی طولانی با هم باشید، مثل زن و شوهر و مثل محرم با هم دیگر برخورد بکنید، این از نظر شرعی جایز نیست، ولی اینکه قصدتون هم قصد ازدواج باشه. هر چیزی در شریعت اسلامی یک چارچوبی داره، یک محدوده‌ای داره، در حد این که همدیگر را بشناسید، حرف همدیگر را بشنوید
بشنوید، از آینده خودتون مثلا بگید من چنینم و چنانم و مثلا شرایط یک دیگر رو بیان بکنید، این اشکالی نداره. اما این که مدت طولانی، اون هم حرفهایی که خارج از دایره به اصطلاح عادی باشه، از نظر شرعی اشکال داره و جایز نیست. امام حضرت زهرا سلام الله علیها چه کسی است؟ امام علی هست. امام علی در زمان خودش چه کسی بود؟ امامش ابوبکر صدیق بود. در جاهای مختلفی حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه و در غیر نهج البلاغه این رو تصریح کرده که ایشون با خلیفه وقت همکاری کردند. حتی در بحث بیعت هم ثابت هست که حضرت علی رضی الله تعالی عنه با ابوبکر صدیق و با بقیه خلفا بیعت کردند، همکاری کردند، وزیر ایشون بودند، در پرچم ایشان در واقع همکاری میکردند برای تثبیت حکومتشون. امام حضرت زهرا در زمان خودش همون امامی هست که امام علی بود، امام حسن و حسین و بقیه اهل بیت، خلیفه وقت مسلمانان، امام تمام مسلمانان هست. اگر نماز بخوانی بعد متوجه بشی که وضو نداری، حکمش چیست؟ حکمش این است که باید دوباره بروی وضو بگیری و از سر نو نماز بخونی. دوباره بروی وضو بگیری و نمازی رو که بدون وضو خواندی، اون نماز رو دوباره اعاده بکنی. وقتی دارم خودم نماز فردی میخوانم، 2 رکعتش رو خوندم تو مسجدی، امام نماز شروع میکنه، اگر بخوام با جماعت بخونم همش بخوانم با امام نمازم درسته؟ اگر منظورتون این است که شما نماز فرض را شروع کردید، به صورت تنهایی میخواهید که نماز بخوانید و بعد از آن در واقع متوجه میشید که مثلا نماز جماعت شروع شده، نماز جماعت همون فرض هست، فرضی که شما میخونید، بله بهتر است که نماز فردی رو که خوندید سلام بدید و نماز رو با جماعت بخونید، زیرا که نماز با جماعت ثوابش بیشتر از نمازی هست که شما به صورت تنهایی میخونید. اما اگر منظورتون این است که شما رفتید در داخل مسجد و نماز سنتی رو شروع کردید و بعد از آن که شما نماز رو شروع کردید، الان مثلا امام دوباره مثلا اقامه شد و نماز شروع شده، الان نماز شروع شده، نماز فرض هست و شما دارید نماز سنت رو میخونید، در این صورت اگر شما تازه اول شروع کردید نماز رو شروع کردید، در رکعت اول هستید، سلام بدید و بروید با امام در واقع اقتدا بکنید، نماز رو بخونید. اما فرض کنیم در صورتی که 1 رکعت خوندید، در رکعت دوم هستید، الان اقامه شد، شما می توانید که به صورت سریعتر مثلا نماز خودتون رو سبک بگیرید تا اینکه نماز رو تمام بکنید، سلام بدید و بروید با امام در واقع شریک نماز جماعت بشوید. من از افغانستان هستم، در ایران زندگی می کنم، نماز قصر بخوانم یا کامل؟ نه، شما در ایران که هستید، مقیم ایران هستید، فرق نمی کند چه از افغانستان باشید یا هر کشور دیگر، شما در محلی که رفتید برای سکونت، ولو این که شهر اصلی شما نیست، فعلا برای سکونت شما در ایران رفتید، برای کار رفتید یا برای هر موردی دیگر، تصمیم شما این هست که من فعلا در ایران زندگی می کنم، در فلان شهر، در تهران مثلا محل زندگی شما، سکونت شما تهران هست و تصمیم دارید که بنابر فقه حنفی 2 هفته حداقل بیشتر میمونید، از 2 هفته بیشتر مثلا شما میمونید در اون شهری که هستید، از نظر شرعی شما مقیم شمرده میشوید، شما با اهل اصلی مثلا اون شهری که شما زندگی میکنید هیچ گونه تفاوتی ندارید و نماز رو باید به صورت کامل بخوانید، نه به صورت قصر. اما اگر رفتید برای سفری مثلا کمتر از 2 هفته از بنابر فقه حنفی، در این صورت اشکالی نداره شما نماز رو قصر بخوانید. یا یک جایی رفتید مسافرت در ایران، کارتون گیره، امکان داره که فردا کارتون درست بشه برگردید، امکان داره پس فردا، امکان داره که چند روز دیگر، در این صورت شما نیت قطعی برای اقامت ندارید، در این صورت هم مسافرید، نماز رو قصر بخونید. اما وقتی که رفتید برای کار، نیتتون این است که من 1 ماه میمونم، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال میمونم، بیشتر از 2 هفته میمانید، در این صورت شما مقیم هستید و نماز رو باید کامل بخونید. مردی که خیانت میکند به همسر خود چه باید کرد؟ از نظر شرعی خب یعنی خیانت به اصطلاح یک گناه کبیره هست، خیانت از نظر شرعی یک گناه کبیره هست. اگر این خیانت
در وقتی صورت بگیرد، این زنا در وقتی صورت بگیرد که انسان متأهل باشد، همسر داشته باشد، باز این گناهش دیگه از به اصطلاح کبیره باز هم کبیره تر هست، یعنی گناهش سنگین تر هست. در صورتی که انسان متأهل باشه هم گناهش سنگین تر هست و به خاطر این که گناهش سنگین تر و کبیره تر هست، به خاطر این مجازاتش هم از نظر شرعی در واقع سنگین تر هست. اما برای اینکه چگونه جلوگیری بکنیم، خب این باید برگردند همون خانوادهش، یعنی از طریق دوستانش، از طریق پدر و مادرش، از طریق خانوادهش، از طریق علما و ملا و ماموسایی که دور براتون دارید، از اونا کمک بگیرید، سعی بکنید که به اصطلاح نصیحتش بکنید این فرد رو، تا اینکه اصلاح بشه. درآمد کاشت مژه و ناخن حلال است. ببینید این کاشت ناخن یا مژه یک به اصطلاح موردی هست که اشکال شرعی در اون هست. جزء حداقلش این است که جزء مواردی هست که مشتبهات هست. یعنی وقتی که شما دارید همکاری میکنید با یه خانومی که اون مثلا کاشت ناخن داشته باشه و اگر کاشت ناخن داشته باشه عملا نماز نمیخواند و وضویش درست نیست و غسلش درست نیست، طرف به طور مثال مسلمان باشه و شما هم در واقع همکاری کردید برای این که این فرد به اصطلاح نمازش درست نباشه، وضو و غسلش درست نباشه، و این از نظر شرعی اشکال دارد. آیا خداوند لواط را اگر توبه کنیم میبخشد؟ الله متعال تمامی گناهان را میبخشد. در دایره مغفرت الله متعال هیچ گناهی مستثنا نیست، حتی اکبر الکبائر را که شرک هست. اگر کسی مرتکب شرک بشود به الله متعال و بعد از آن صادقانه توبه بکند، خالصانه توبه بکند، الله متعال قطعا گناه انسان را میبخشد. آیا اگر آب منی روی لباس زیر باشد میشه باهاش نماز خوند یا باید غسل کرد؟ غسل که باید کرد. وقتی که منی از انسان خارج شده باشه حکمش این است که جنوب هست و باید غسل بکند. از این یک حکم جداگانی هست. و لباس رو همون قسمتی رو که آغشته به منی هست اون قسمت باید شسته بشود. اگر در وقت عادت ماهوار یا عادت ماهیانه درود خوانده شود گناه ندارد؟ نه، هیچ گونه گناهی ندارد. در هنگام عادت ماهیانه زن میتواند ذکر بگوید، دعا بخواند، درود بفرستد، حتی میتواند قرآن هم تلاوت بکند. برای اینکه زن در عادت ماهیانه قرآن تلاوت نکند ممنوع بودنش هیچ گونه دلیل صحیح و صریحی وجود ندارد. اگر لازم باشد، نیازی باشد، میتواند که قرآن هم تلاوت بکند، منتها بدون این که به قرآن دست بزند، از روی موبایل مثلا تلاوت بکند یا اینکه با قلمی خودکاری چیزی مثلا قرآن رو برگرداند، از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. من هر جا میروم جواب واقعی سوالم رو نمیگیرم، لطفا جواب بدهید. خیلی مهم. من اگر استبرا میکنم 2 بار هم انجام میدم، وقتی بلند میشم میرم بیرون انگار ادرار میاد بیرون، نمیدونم چه کار بکنم، هر بار که میروم اینطوریه. ببینید برادر عزیز، شما برای استبرا نباید وسواس زیادی داشته باشید. همین که به قول خودتون 1 بار یا 2 بار استبرا میکنید، یعنی این که اطمینان حاصل میکنید از این که در مجرای ادرار مثلا قطرات ادراری باقی نمانده باشه و دست میکشید روی عضو خودتان تا اینکه کاملا از ادرار خالی بشود، همین مقدار کفایت میکند. بعد از این دیگه شما وسواس بیشتر از این نداشته باشید. وضو بگیرید و بروید نماز بخوانید. بالفرض اگر کسی که مبتلا هست به سلسل بول، یعنی این که همیشه قطرات ادرارش بدون اختیار خارج می شود، حکمش از نظر شرعی این است که بعد از این که وقت نماز داخل شد وضو بگیرد و بعد از آن که وضو گرفت برود نماز بخواند. حتی اگر سر نماز هم قطراتی از ادرار خارج شد، از نظر شرعی شما دیگه معاف هستید، شما معذور هستید، نمازتون هم درسته، وضویتون هم درسته. اما اگر صرفا به خاطر این هست که مثلا یک
سری وسواسی هست که واقعیت هم ندارد که اون به طریق اولا نماز شما هم وضویتون درسته و هم نمازتون درسته و برای اینکه به اصطلاح وسواس شما دفع بشود یک مقدار آب وقتی که وضو گرفتید بر روی لباس خودتون بپاشید تا اینکه یعنی وقتی که بعداً مثلا سردی رو احساس کردید، مثلا که فکر میکنید قطره ادراری خارج شده، در اون صورت مثلا ذهنتون به این طرف بره که نه این قطره ادرار نیست و این به اصطلاح همون قطرات آبی هست که خودتون پاشیدید، تا اینکه به اصطلاح کم کم بتونید که از شر این وسواس به اصطلاح راحت باشید. نمازهای از دست رفته را چگونه بخوانیم؟ نمازهایی را که از دست رفته که فوت شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. اگر کسی خواب افتاد از نمازی، خواب افتاد وقت نماز گذشت، یا این که فراموش کرد، مشغول کاری بود، یادش نبود و نمازش فوت شد، هر وقتی که یادش آمد، به محض اینکه یادش آمد در اولین فرصت نمازش رو بخواند. به محض این که یادش آمد نمازش رو باید بخواند، نمازی را که فوت شده. اما اگر یک فردی در زمان جوانی به صورت کلی تارک الصلات بوده، عمدن نماز نخوانده، در این مورد همین که توبه بکند کفایت میکند. همین که چون این فردی توبه بکند، از این به بعد پایبند نماز باشد، سعی بکند که نماز نفل و سنت مثلا بیشتر بخواند تا اینکه جبران گذشتهش بشود، همین مقدار کفایت میکند. لازم نیست که کل عمرش را چندین ساله نماز را که نخونده همه را باید اعاده بکند و دوباره بخواند. نه، لازم نیست، زیرا که اصلا نخونده و تصمیمش همین بوده که نمیخوانده. همین که توبه بکند انشاءالله که کفایت میکند. اما نمازی را که شما خواب افتادید و فراموش کردید، هر وقتی که یادتان اومد باید اون نماز را بخوانید. اگر زنی در 3 مرتبه بگوید من طلاق میخواهم، حکمش چیست؟ به این که زنی بگوید که من طلاق میخواهم، با این طلاق نمیشود، و اگر زنم بالفرض هم طلاق بدهد، طلاق واقع نمیشود. حرف زن در این مورد اعتباری ندارد، طلاق به دست مرد هست و اگر مرد طلاق بدهد طلاق واقع می شود. اما این که زن بگوید که تو طلاق هستی یا بگوید که من طلاق میخواهم، با این لفظ طلاقی واقع نمی شود. جواب بدید خواهشاً. ارتباط زن شوهر از پشت گناه است یا خیر؟ بله، چون این مورد از دیدگاه شرع اسلامی حرام هست و جایز نیست و جزء گناهان کبیره است و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند که ملعون من اتی امرأة فی دبرها، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که این کار را با همسر خودش انجام بدهد ملعون هست، و این لعن دلیل بر حرمت و دلیل بر این است که گناه کبیره است. اگر 2 نفر با هم قهر باشند، آیا خدا هم با اونا قهر؟ این راسته؟ نه، الله متعال قهر نیست، با هیچ کسی الله متعال قهر نمی شود. این که 2 نفر قهر باشند الله متعال هم از اونا قهر هست، این تعبیر درستی نیست. بلکه در این زمینه روایتی هست که الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 2 نفری که با هم دیگر قهر هستند، در روز دوشنبه و روز پنجشنبه اعمال انسانها به بارگاه الله متعال عرضه می شود و در این روز الله متعال مؤمنان را می بخشد و معاف می کند و به فرشتگانش می گوید این 2 نفری را که با هم قهر هستند، اینها را فعلا بگذارید تا زمانی که با هم دیگر آشتی بکنند. این مطلب تا این اندازه در حدیث اومده، اما معنیش این نیست که الله از انسان قهر باشه. نه، الله متعال به هیچ عنوان از هیچ انسانی، از گناهکارترین و کافرترین انسان هم قهر نیست. به محض این که شما الله متعال را صدا بزنید، توبه بکنید، به طرف الله متعال بازگردید، قطعا الله متعال توبه شما را میپذیرد. حکم استخاره برای دیگران چیست؟ استخاره برای دیگران وجود ندارد. این که مثلا من بخوام برای شما استخاره بکنم،
و کسانی هم که برای دیگران استخاره می کنند یک دکان باز کردن. در واقع همچنین چیزی از نظر شرعی وجود ندارد که برای دیگران استخاره بکنید. استخاره از نظر شرعی نمازی دارد و بعد از آن دعایی هست، هر کسی برای خودش دعا بکند و هر فردی به همون کاری را که میخواد انجام بدهد دعا میکند که پروردگار اگر این کار خیر هست منو توفیق بده که انجامش بدم، اگر شر هست منو از این کار در واقع منصرف بکن. و هر کسی خودش باید نماز و دعای استخاره بخواند. کسی دیگر برای فرد دیگر استخاره بکند این جواب نمیدهد و این حرف هم واقعیتی ندارد، حقیقی نیست. آیا آرایشگران برای تراشیدن ریش مشتری هم گناهکار میشوند؟ بله، گناهکار میشوند. اگر در صورتی که ما میگیم که نگه داشتن ریش واجب هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات متعددی تاکید کردند که شما محاسن رو نگه دارید و موی سبیل خودتون رو کوتاه بکنید و تراشیدنش حرام هست. نگه داشتنش واجب هست و تراشیدنش حرام هست. و وقتی که شما ریش کسی دیگری رو میتراشید یعنی این که در این امر گناه با اون در واقع شریک هستید. آیا نماز با کفش جواز دارد یا خیر؟ بله، نماز با کفش از نظر شرعی اشکالی ندارد. اگر که موردی بود و نیاز بود شما با کفش نماز بخونید، از نظر شرعی نمازتون درسته. من ازدواج کردم ولی از بچگی خواهر زنم رو دوست داشتم. الان هر دو ازدواج کردیم ولی هنوز دلمون پیش همه، چه کار بکنیم؟ اگر واقعا از بچگی هم دیگر رو دوست داشتید، خب چرا رفتید با فرد دیگری ازدواج کردید؟ انسان عاقل همچین کاری رو انجام نمیده. یک کسی دیگری رو دوست داری با کسی دیگر ازدواج میکنید. بحث زندگی بحث تعارف و شوخی نیست. شما و خانواده ها هم باید این موارد را باید حتما مراعات بکنند. کسی را، دختر و پسری را که همدیگر را نمیخواهند و نمیتونند با همدیگر خوشبخت بشوند، درست نیست که شما اونها را به زور مجبور بکنید که با همدیگر ازدواج بکنند. شما انسان عاقل و بالغی بودی، بعد از بلوغ شما را زن دادند، خب میگفتی من قبول ندارم اینو، من نمیخوام، میخوام با خواهر دیگر ازدواج بکنم. الان که ازدواج کردید، اون خواهر هم یک شوهر داره و ناموس کسی دیگری هست و شما هم دیگه شوهر به اصطلاح شوهری که به اصطلاح زن دیگه هستید. به هیچ عنوان جایز نیست که شما با همدیگر اظهار عشق بکنید، اظهار علاقه بکنید یا اینکه با همدیگر خلوت بکنید و زندگی خودتون رو در واقع دچار اشکال بکنید. حتی در فقه حنفی به اندازه‌ای در این زمینه تاکید شده که هر گونه به اصطلاح ارتباط با خواهر خانم که ارتباط شهوانی باشه، حتی همون کمترین به اصطلاح حدش، حتی در مورد لمس با شهوت باشه، در فقه حنفی معروف است که در واقع سبب طلاق شدن همسر خودتون میشه و در این زمینه خیلی باید احتیاط بکنید. نماز مغرب 3 رکعت فرض اشتباهی 4 رکعت خوانده شود، حکمش چیست؟ اگر شما در وسط نماز متوجه شدید که یک رکعت اضافه خواندید، 3 رکعت بوده، الان بلند شدید ایستادید رکعت چهارم، رکعت چهارم، به محض این که به یادتون اومد که الان این رکعت چهارم هست، باید دوباره برگردید و بنشینید و بعد از اینکه نشستید تحیات را میخونید و در آخر نماز سجده سهو را انجام میدید و نماز شما درسته. رکعت اضافی رو وقتی که بلند شدید حتما لازم است که دوباره باید برگردید، بنشینید و نمازتون رو به اصطلاح خاتمه بدید و سجده سهو انجام بدید. دیشب هم برایتون گذاشتم، در الله جواب ندادی. من نزدیک عقدم خیلی استرس دارم که بریم پیش مولوی روستامون دعا بگیریم. برای چی استرس داری و برای چی میخوای بری دعا بگیریم؟ و دعا همین کافی، خودتون برای خودتون دعا بکنید، به مولوی بگید که برایتون دعا بکنه. اما اینکه برید دعا بگیرید
یا نمیدونم که به اصطلاح یک چیزی بنویسه که شما برگردنتون ببندید و نمیدونم بر کمرتون ببندید. اینا اصلا هیچ جایگاهی در شریعت اسلامی نداره. اگر میترسید از این کسی شما رو نظر بکنه، چشم زخم بزنه، نمیدونم طلسم بکنه، بهترین راهش این است که سوره بقره را همیشه بخونید و همچنین سوره های فلق و ناس را، سوره اخلاص و فلق و ناس را بعد از هر نماز و صبح و شام بخوانید. انشاءالله هیچ گونه ضرر و زیانی به شما نمیرسد. در مورد نقاب صورت رو میشه توضیح بدید؟ نقاب صورت یا همون به اصطلاح پوشیدن صورت رو بسیار از فقها معتقدند که جزء واجبات هست بر زن. به اصطلاح واجب است که چهره خودش را بپوشاند، خصوصا در زمانی که بالفرض خوف فتنه باشد. خصوصا در زمانی که خوف فتنه باشد، این در واقع بسیاری از فقها نظرشون بر این است که واجب هست بر زن که صورت خودش را بپوشاند. اما در جایی که به اصطلاح خوف فتنه نیست یا عرف و عادت مردم نیست، اشکالی ندارد. بسیاری از علما نظرشون بر این است که نقاب واجب نیست. نقاب واجب نیست، با توجه به روایاتی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و از آنها این به اصطلاح برداشت می شود که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم همه مردم نقاب نداشتند. همه مردم نقاب نداشتند و این دلیل بر این است که به اصطلاح واجب نیست. اگر جای فرهنگ هست یا کسی مثلا در موقعیتی وجود داره که برایش مثلا سبب فتنه می شود، خب در اونجا قطعا نقاب گذاشتن و روبند بستن اولاتر و بهتر است. اما اگر این چنین محذوریتی وجود نداره و چنین خطری وجود نداره، در جایز هست هم به اصطلاح نقاب داشته باشید و هم جایز هست که به اصطلاح نقاب نداشته باشید. در یک نماز عیدی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که نماز رو تمام کردند رفتن قسمت خانم ها که پشت بود. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و وقتی که رفتن در اونجا و حضرت بلال میگوید که یکی از زنها بلند شد و این توصیف دقیقی از اون زن میگوید که صفعاء الخدین، یعنی گونه هایش، الان تعبیرش این است که یا گونه هایش یا قرمز بود یا اینکه آفتاب سوخته بود اونها را. این خودش دلیل بر این است که در زمان رسول الله هم تمام زنها در واقع نقاب نداشتند. روایات دیگری هم در این زمینه دلالت بر این دارد. حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه وقتی میخواد ازدواج بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ایشان گفتند که برو ببین انصار رو، تا زمانی که به اصطلاح ندیده باشی ازدواج نکن. اون فرد هم رفت و میگه رفتم پنهان شدن پشت درختی چیزی پنهان میشد تا اینکه اون دختر رو دید و دوباره به دلش اومد که بله خوبه با این ازدواج بکنم. این دلیل بر این است که به اصطلاح یعنی تمام مردم در آن زمان نقاب نداشتند. ما شیعه هستیم، می توانیم صحبتاتون رو گوش بدیم. فرق نمیکنه شیعه و سنی، همه ما مسئولیم و از نظر شرعی و موظف هستیم که به قرآن و حدیث عمل بکنیم. شما گوش بکنید. اگر حرف قرآن و حدیث بنده عرض میکنم، حرف ما اگر به دلتون نشست، موافق با به اصطلاح شرح صدر شدی و مواردی هم که مواردی اخلاقی هستند، ایمانی هستند، در این زمینه تفاوتی بین مسلمانان دیگه در واقع وجود نداره، میتونید بر آن عمل بکنید. اگر به یکی دیگر از علمای خودتون، مراجع خودتون به اصطلاح باور دارید بیشتر و این مطالب رو براتون بیان میکنه، خب حرف ایشون عمل بکنید. هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود نداره. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الحکمت ضالة المؤمن، حکمت و حرف خوب گم شده مسلمان هست. هر جا که اون رو بشنود، هر کسی که بگوید باید اون رو بپذیرد و بر آن عمل بکند. اگر کسی بینش خیلی زشت باشد به طوری که فرم صورت فرد رو زشت کنه و اعتماد به نفس فرد از بین بره، آیا عملش باز هم گناه هست؟ نه، در این صورت گناه نیست. اگر واقعا زشت باشه به اندازه‌ای که شما اعتماد به نفستون از دست دادید، خجالت میکشید که در جمعی حاضر بشید، در این صورت اشکالی نداره، جایز هست که برای شما که عمل بکنید. عمه من در نوزادی خیلی شیر داده. خب
آیا بچه های عمه من به من محرم می شوند؟ اگر سوالتون اینه که شما از عمه خودتون شیر خوردید در زمان کودکی، در زمان کودکی قبل از 2 سال شما از عمه خودتان شیر خوردید، از نظر شرعی شما فرزند عمه تون حساب می شوید، فرزند رضایی عمه تون حساب می شوید و تمام فرزندان عمه شما در واقع خواهر و برادر شما شمرده می شوند. حکم به اصطلاح بحث رضا و شیرخوارگی این است که وقتی که یک فردی، یک کودکی از یک خانومی شیر میخورد، گویا که این کودک را شما برداشتید و گذاشتید در خانواده همین خانم. تمام بچه های این خانم، دختر و پسرش، با این فردی که شیر خورده در واقع از نظر شرعی محرم شمرده می شوند. آیا صحت دارد که شب جارو نکنیم گناه دارد؟ نه، همچنین چیزی صحت نداره. در هیچ روایتی، در هیچ آیه و حدیثی چنین چیزی نیومده که این کراهت داشته باشد یا گناهی داشته باشد، سبب فقر و بیچارگی باشه. نه، چنین چیزی از نظر شرعی ثابت نیست و هیچ گونه اشکالی نداره. هر وقتی که نیازی بود شما می توانید که خونه خودتون رو جارو بکنید. موقع عبادت دچار فکرای بد میشم، چیکار بکنم؟ در وقت عبادت شما سعی بکنید، در وقت نماز که هستید سعی بکنید که بیشتر به همون وضعیت نماز خودتون توجه بکنید، به اذکار و اورادی که در نماز خوانده می شود توجه بکنید، معنی اذکار و اوراد را، معنی آیات قرآن را و خود همین حالت سجده دقت بکنید به همین کیفیتی که نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. نگاه خودتون رو کنترل بکنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که به جای سجده نگاه بکنید. اگر که پشت سر امام هستید در حالت قرائت هست، توجه بکنید به قرائت امام، وضعیت خودتون رو نگاه بکنید. انشاءالله که وضعیت شما بهتر می شود و بهتر می توانید که حضور قلب داشته باشید. به صورت کلی تا جایی که ممکن هست شما باید ذهن خودتون رو به نماز مشغول بکنید. اما به عنوان یک حکم شرعی، اگر یک فردی در هنگام نماز در واقع نمیتونست که ذهن خودش را کنترل بکند، حضور قلب نداشت، از نظر شرعی نماز شما انجام شده، نماز شما، فرض شما از نظر شرعی اشکالی نداره و نمازتون کاملا ادا شده. آیا زیارت ائمه و معصومین جایز است؟ بستگی به این دارد که زیارت چگونه است. رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت قبور را از دیدگاه شرعی مشروع است. زیارت قبور از دیدگاه شرعی مشروع است. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هم به زیارت قبرستان می رفتند، صحابه هم به زیارت قبرستان می رفتند و هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. منتها قصد و هدف از زیارت یعنی تذکر آخرت است. این است که شما آخرت خودتون را بیاد بیاورید و فکری به حال خودتان بکنید، اعمال خودتان را اصلاح بکنید. هدف از زیارت این نیست که کسی برود نزد قبری، مثلا از صاحب قبر یک چیزی رو طلب بکند، طلب حاجت بکند، استمداد بکند. چون این چیز از نظر شرعی جایز نیست و حرام هست. اما اگر کسی برای این می رود که به اصطلاح تذکری باشد برای خودش، یادآوری برای آخرت باشد، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و قبر به اصطلاح تفاوتی نداره که قبر عادی باشه، قبرستان عادی باشه یا هر کسی در اونجا دفن شده باشه، همشون در این که انسان یاد آخرت بیفته در واقع برابر هستند. اما متاسفانه بسیاری از قبرها به گونه‌ای هستند که انسان وقتی که اونها را می‌بیند به یاد آخرت نمی‌افتد، بلکه به یاد دنیا می‌افتد. بیشتر دل به دنیا می‌بندد، از بس که زرق و برق هست و خونه آبادی هست و قصر و کاخی هست و نمیدونم در اونجا شیرینی و مثلا بقیه موارد تقسیم میکنند که انسان به یاد آخرت نمی‌افتد، در واقع بیشتر دل داده دنیا می‌شود. این مخالف با شریعت اسلامی و دستور و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست.
کسی که پولی را دزدیده و حالا نمیدونم که زنده است یا نه، از کار خودم پشیمان هستم، الان باید چه کار بکنم؟ هر کسی که به اصطلاح مال کسی رو بدون اجازه برداشته، از نظر شرعی باید اون رو برگردانه به صاحبش. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و مال فرد مسلمان برای شما جایز نیست، حلال نیست مگر با رضایت خودش. تا زمانی که فرد رضایت نداشته باشه شما نمیتونی از مال کسی استفاده بکنی. اگر بدون اجازه مال کسی رو برداشتی، حکمش این است که باید اونو به خودش برگردانی. اما اگر نمیدانی که کجا هست یا اطلاعی از اون نداری که زنده است یا مرده و هیچ آدرسی نداری، همون مبلغ رو، همون مال رو صدقه بدید به نیت این که ثوابش به صاحبش برسد و برایش دعای خیر بکنید، انشالله که در روز قیامت همون ثواب به اون میرسد و از شما دیگه طلب دیگری نخواهد داشت. حکم چشم بسته نماز خواندن. از نظر شرعی سنت این است که چشمها در هنگام نماز باز باشد و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم همین بوده که چشمها باز بودند و فرمودند که شما جای سجده خودتون را نگاه بکنید. اما اگر در یک مقطعی مثلا شما چشم خودتون را بستید، اشکالی نداره. در یک مقطعی شما چشم خودتون را در وقت نماز بستید به صورت موقتی، اشکالی نداره و گناهی رو مرتکب نشدید. اما سنت به صورت کلی این است که در هنگام نماز چشمها باز باشد. چرا نماز ظهر و عصر خفیه خوانده می شود؟ چرایش؟ خب چون که الله متعال فرمودند. چرایش زیرا کسی که مشخص کرده که شما خفیه بخوانید یا اینکه با صدای بلند بخوانید، الله و رسول هستند. سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عمل ایشون این گونه بوده که نماز صبح را، نماز مغرب و عشا را با صدای بلند میخوندن، جهرا میخوندن، و نماز به اصطلاح ظهر را و نماز عصر را خفیه میخوندند و ما تابع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. منتها برخی از علما این رو مثلا توجیه کردن، این حکمت رو از اون استنباط کردند که در هنگام نمازی که در شب هست، با توجه به این که صدای انسان مثلا در اون زمان قدیم هم که به طور مثال بلندگویی نبوده، همین که صدا بیشتر میپیچید مثلا در هنگام شب بعد از مثلا نماز فجر و نماز به اصطلاح مغرب و عشا، و هم این که آرامشی که در اون موقع وجود داره متفاوت با وقت نماز ظهره. وقت نماز ظهر و عصر و صدا هست و رفت و آمد هست و این طرف و اون طرف شلوغی هست و در اینجا مناسب این هست که انسان آهسته نماز بخونه و ذهنش برود در در حالت نماز هست. و در وقتی که آرامش وجود داره در بازار و کوچه و خیابان، سر و صدایی نیست و وقتی که انسان تلاوت میکند از این لذت میبرد، هم خودش میشنود هم مقتدی ها میشنوند، لذت میبرند، آرامششون در واقع بیشتر میشود. اما در کل چون که حکم الله و رسول هست ما باید به همون کیفیت عمل بکنیم. اگر آدم در حالت جنابت بخوابد هیچ اشکالی ندارد. انسان اگر که لازم بود که در حالت جنابت بخوابد و هیچ گونه اشکال و ممانعتی نداره. اما روش رسول الله صلی الله علیه و سلم سنتشون این بود که اگر که میخواستند با جنابت بخوابند وضو میگرفتند بعدش میخوابیدند. وضو میگرفتند بعدش میخوابیدند. اما اگر شما وضو هم نگرفتید، حال نداشتید بلند بشوید بروید وضو بگیرید یا غسل بکنید، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی، گناهی بر گردن شما نیست، اشکالی ندارد. آیا راه دور یا مسافرت برویم نماز و روزه درست است یا خیر؟ بله، نماز و روزه که در همه حال هست، انسان هم نماز میخونه و هم روزه میخونه. و اما منتها در هنگام سفر راه دور الله متعال به ما مرخصی داده، یک رخصتی رو داده که ما بتونیم که نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخونیم، یا اینکه نمازها رو جمع بکنیم، نماز ظهر و عصر رو در یک وقت بخونیم، نماز مغرب و عشا رو در یک وقت بخونیم. و همین که درباره روزه هم این رخصت وجود داره. اگر کسی در سفر رفت و به اصطلاح اذیت بود میخواست روزهش رو بخورد، از نظر شرعی جایز هست، میتواند روزه نگیرد و بعد از این که از سفر برگشت روزهش رو قضا بیاورد. و هم میتواند که روزه بگیرد. اگر روزه گرفت روزش درسته، روزه گرفتن بهتر و اولاتر هست. اما اگر نگرفت گناهی برگردنش نیست. اگر کسی در رمضان در روز نزدیکی کنه حکمش چیست؟ حکم کسی که در رمضان، در روز رمضان، در حالتی که روزه هست نزدیکی بکند، حکمش این است که 5 تا حکم داره. اولا این که گناهکار شده.
و باید توبه بکند. حکم دومش این است که حتما باید قضای به اصطلاح بیاورد، هم گناهکار شده و هم این که باید اون روزی را که روزش رو خورده باید قضاییش را بیاورد، یعنی یک روزی به جای اون روز باید روزه بگیرد. اضافه بر آن هم در واقع کفاره هم دارد، هم قضا دارد و هم کفاره دارد. قضایش یک روز در مقابل یک روز و کفارش این است که باید 60 روز را روزه بگیرد، 60 روز را به جای همون یک روز در واقع روزه بگیرد. و در این زمینه روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که ایشان یک روز نشسته بودند، یک فردی آمد در محضر ایشان و گفت یا رسول الله هلکت، یا رسول الله من خودم را تباه کردم. فرمودند که چه کار کردی؟ گفت که بله در روزه بودم، به اصطلاح خودش و همسرش روزه بودند، گفتند که همبستری کردند با هم دیگر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا برده ای داری که آزاد بکنی؟ یعنی حکم اصلیش این است که باید در مقابل این که همبستری کردی در روز رمضان باید برده آزاد بکنید. گفت نه یا رسول الله من برده ای ندارم. و در مرحله دوم رسول الله فرمودند آیا می توانی 60 روز رو روزه بگیری پشت سر هم؟ 60 روز. گفت نه یا رسول الله توانای روزه رو هم ندارم، 60 روز پشت سر هم روزه بگیرم نه، نمیتونم این کار رو انجام بدم. و در مرحله آخر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا می توانی 60 مسکین رو غذا بدهی؟ ایشون گفتند که نه من فقیرم و نمیتونم 60 مسکین هم غذا در واقع بدم. از این حدیث معلوم می شود که کفاره جماع و همبستری در ماه رمضان یکی از این 3 چیز هست، یا اینکه به ترتیب اول باید برده آزاد بکنه که امروزه وجود ندارد، در مرحله دوم باید 60 روز رو روزه بگیرد پشت سر هم و اگر نمیتوانست روزه بگیرد حکمش این است که به جای 60 روز به 60 مسکین غذا بدهد. این کفاره نزدیکی کردن در ماه رمضان هست، همبستری در ماه رمضان. اما این کفاره فقط مخصوص جماع و همبستری هست، مخصوص جماع و همبستری هست. از دیدگاه جمهور علما اگر کسی در روز رمضان روزه خودش را شکست کفاره ندارد، فقط همون قضا دارد، یک روز قضا بیاورد، کفاره دیگه ندارد. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به گونه ای هست که حتی اگر که به اصطلاح عمدن خورده باشد و نوشیده باشد، روزه خودش را شکسته باشد، در این صورت هم بر چنین فردی هم قضا لازم هست و هم کفاره در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. من چند شب از سوال می کنم که نماز تسبیح چیست؟ نماز تسبیح یک نمازی هست که در روایات اومده، منتها که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عموی خودشون حضرت عباس رضی الله تعالی عنه توصیه کردند که مثلا چنین نمازی بخون، نماز تسبیح با یک کیفیت خاصی که به اصطلاح در نماز خوندن هست، یعنی یک تسبیحات و اذکار اضافی در اون هست. منتها نماز تسبیح از نظر روایتی روایاتش ضعیف است، روایاتش ضعیف است، گرچه برخی از علما معتقد به آن هستند، در کتاب‌های فقهی بعضی آوردند که به اصطلاح خونده بشه، منتها از نظر حدیثی دلیل قطعی و به اصطلاح ثابتی ندارد. به خاطر ما توصیه نمی‌کنیم برای نماز تسبیح. به جای نماز تسبیح همین فضیلتی که برای نماز تسبیح آمده، همین فضیلت برای 2 رکعت نماز تحیت الوضو آمده، هیچ فرقی نداره. همین که شما 2 رکعت نماز تحیت الوضو را بخوانید مثل این است که گویا که نماز تسبیح را خونده باشید، همون ثواب و همون به اصطلاح مغفرت گناهان برای شما حاصل خواهد شد. اما نماز تسبیح در واقع دلیل صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. خوردن الکل گناه است؟ بله، خوردن الکل و هر گونه به اصطلاح مشروبی یا نوشیدنی که مست کننده و نشه آور باشد از نظر شرعی گناه است و جز گناهان کبیره هم شمرده می شود و از نظر شرعی هم به اصطلاح حد شرعی دارد. آیا حلاله در اسلام وجود دارد؟ جمهور علما نظرشون بر این است که حلاله کردنی در اسلام وجود ندارد. جمهور علما نظرشون بر این است که حلال کردن جایز نیست و حرام هست و هیچ انسان به اصطلاح با شرافت و با کرامتی این رو نمیتونه تحمل بکنه که به طور مثال زنش برود، مثلا زنی که زنش بوده الان طلاقش داده، بگوید این برود با یک مرد دیگری ازدواج بکند به این نیت که دوباره به شوهر اولش برگردد. این است معنی حلال کردن و این شایسته هیچ فرد مسلمانی در واقع نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرین کردند هم اون کسی را که
حلاله می کند و هم اون کسی را که برایش حلاله می شود. یعنی چنین شوهری را که به چنین کاری رضایت می دهد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این رو نفرین کردند و هم اون کسی را که در واقع چنین عملی را انجام بده به نیت حلاله کردن با یک زنی ازدواج بکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم این فرد را به تیس مستعار، یعنی نربز به اصطلاح اجاره‌ای تعبیر کردند که تعبیر بسیار زشتی هست و چون این چیزی به اصطلاح شایسته هیچ فرد مسلمانی نیست. من همسرم را خیلی دوست دارم، آیا ثواب دارد؟ بله قطعا ثواب دارد دوست داشتن همسر، و این یکی از اهدافی هست که در شریعت اسلامی در واقع ذکر شده، هم دوست داشتنش و هم هر گونه عملی که سبب بشود که شما همسر خودتان را شاد بکنید، این در واقع جزء عبادات در واقع شمرده می شود و برای شما ثواب و اجری دارد. و حتی مداعبه، بازی کردن و سپری کردن وقت با همسر از نظر شرعی کار ثواب است. حتی گذاشتن یک لقمه در دهان همسرتون، این هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که نیت صدقه داشته باشی، نیت احسان داشته باشی، این هم برای شما ثواب هست. حتی همین خرج و مخارجی که شما برای همسر خودتون تأمین میکنید، این هم برای شما صدقه و در واقع عبادت شمرده می شود. دعا برای کاروبار گناه هست بگیریم از ملا؟ نه، همچنین دعایی وجود نداره. شما فکر میکنید اگر یک تعویضی رو روی بازویتون ببندید برید توی مغازهتون برای شما مشتری میاره، برای شما رزق و روزی میاره؟ نه، همچنین چیزی ثابت نیست. هیچ کدام از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا اگر بود، خب اونا دعایی میگرفتند. اونم از کی؟ از رسول الله صلی الله علیه وسلم. اصحاب صفه چه کار کردند؟ کدامشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم تعویض گرفتن یا رسول الله ما چیزی نداریم و اصحاب صفه به اصطلاح هستند و آمدن در مسجد، منزلشون در مسجد بود، چیزی نداشتن؟ اگر دعایی بود خب پیامبر دعایی می نوشتن، به اونها میدادند که یلا برید تو بازار کار بکنید که برای شما رزق و روزی میاره. یک فردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد از ایشون که رسول الله به من یک چیزی بدید که من بخورم. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست که یک صدقه به اون بده، مشکلش رو فعلا حل بکنه، یا اینکه یک تعویضی به ایشون بده که بیا این تعویض رو بردار و برو تو بازار دیگه، مطمئن باش که رزق و روزی زیادی به تو میرسد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در خونه چه داری؟ گفت هیچی ندارم یا رسول الله، یک حصیر دارم و یک لیوانی دارم. گفت برو همون برای ما بیار. اونم برد که وقتی پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برد، اونا رو فروخت و فرمودند که اینو چه کسی از من میخرد به 1 درهم، به 2 درهم؟ یکی گفت یا رسول الله من به 1 درهم میخرم، دیگری گفت که من به 2 درهم میخرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم اون فروخت، اون حصیرش رو فروخت برای به همون 2 درهم. 1 درهم رو به خودش داد، 1 درهم رو به خودش داد که اینو برو خرج زن و بچت بکن. با 1 درهم برایش یک تبری خرید و رسول الله صلی الله علیه و سلم با دست خودش اون تبر رو دسته کرد، دسته چوبین رو در اون گذاشت، گفت الان بیا اینو بردار برو از بیابان هیزم جمع کن بیار بفروش تا رزق روزی در واقع در بیاد. این راهش هست. این که شما برید پیش مولا، این مولا بیچاره خودش از بیچارگی خودش نشسته تعویض میده. اگر شغلی داشت و هنری داشت و کاری داشت خب میرفت دنبال کار خودش. از بس که ناتوانه برای کسب روزی خودش اومده مثلا تعویضی میده از افراد ساده‌لوی مثل شما، میخواد که امرار معاش بکنه. به هیچ عنوان چون این دعایی که شما فکر بکنید دعا گرفتید رزق و روزیتون زیاد میشه و باز میشه، نه، چون این دعایی نیست. فریب چنین افراد رو نخورید. آیا زن تنها میتونه با صدای بلند نماز بخونه؟ بله، اشکالی نداره. اگر زن در خونه خودش هست با صدای بلند نماز جهری هست، به طور نماز صبح و مغرب و عشا رو میخواد که با صدای بلند بخونه، هیچ گونه ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، جایز هست. لاک زدن گناه هست؟ لاک زدن گناه نیست. لاک زدن ناخن که شما در حالت که در وقتی که نماز نمیخوانید گناه، یعنی لاک بزنید، این از نظر شرعی گناه نیست، بلکه زینت و آرایش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن. در روایت اومده، احتمالاً فکر کنم در سنن ابو داود هست، که یک فردی یک نامه ای رو از زیر چادر، از زیر پشت حجاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این دست من نفهمیدم که این دست مردی بود یا دست زنی بود. گفتند که نه یا رسول الله این دست زنی بود که این نامه رو به شما داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خب یک کاری میکرد که مشخص میشد که این زنه یا مرده.
یعنی یک زن باید مشخص باشه که این زنه یا مرده، و حتی برای شوهر خودش دیگه. یعنی این که رسول الله فرمودند که باید آرایش بکنه. گفتن این ناخنایت رو چرا رنگ نکردی؟ ناخنایت رو رنگ میکردی، خب به عنوان یک آرایشی برای همسرش در واقع استفاده بشه. از این معلوم میشه که زن میتونه که رنگ بکنه، میتونه لاک بزنه، منتها در هنگام نماز و در ایامی که باید نماز بخونه جایز نیست که لاک بزنه، که این به اصطلاح مانع صحت نماز میشه. اگر به صورتی هست که در ایام عادت ماهیانه باشه، در وقتی که پاک شد اونو برداره نماز بخونه، هیچ گونه اشکالی نداره. موقع خوابیدن پاها رو به طرف قبله، پاها به طرف قبله باشه گناه هست یا خیر؟ نه، هیچ گونه اشکالی نداره، گناهی نیست. اگر شما خونه تون به صورتی هست که مثلا رو به طرف قبله، مثلا پا به طرف قبله باشه بخونید، گناهی رو مرتکب نشدید. در این زمینه ممنوعیتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده، من نفرمودن. منتها سنت این است که شما سرتون به طرف قبله باشه یا رویتون به طرف قبله باشه. اما اگر کسی، یک فردی متوجه نشد یا عادت کرده اتاقش به همین صورت هست که رو به طرف قبله میخوابه، به صورتی که پاهاش به طرف قبله باشه، گناهی رو مرتکب نشده. آمین گفتن در نماز جماعت بعد از سوره فاتحه به جهر باشد یا خفیه باشد؟ جمهور علما نظرشون بر این است که به صورت به اصطلاح جهری باشد. صحابه به صورت جهری آمین میگفتن، منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به صورت خفیه هست و مطلبشون و به اصطلاح استدلالشون بر این است که دعای آمین یک دعا هست مانند دعاهای دیگر و به اصطلاح به صورت خفیه خوانده می شود. هر دو صورت جایز هست. در جایی که مردم حنفی اند، خب بر فقه خودشون عمل میکنن. در جایی که مردم به اصطلاح شافعی اند یا حنبلی اند، بر فقه خودشون عمل میکنن. نظر ما این است که آمین بالجهر اولا و بهتر است، زیرا که از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت است و توجیهی به اصطلاح توجیهی قیاسی در مقابل نصی به اصطلاح توجیه پذیرفته شده ای نیست. اگر مرد فوت کرد و زن رفت با یک مرد دیگر ازدواج کرد، روز قیامت با کدام مرد است؟ اگر خدا قسمت کرد و به خاتمه بخیر شدند و بهشتی شدند، هر طوری که خواست، هر طوری که خواست، هر چیزی رو که در بهشت شما تقاضا بکنید و خواسته باشید، به خواسته خودتون میرسید به عنوان یک اصل. منتها از نظر روایات در این زمینه اومده که در برخی از روایات اومده که با آخرین شوهرش خواهد بود، با آخرین شوهرش که در دنیا ازدواج کرده باشه، با آخرین شوهرش خواهد بود. به طور مثال در نائله همسر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، به اصطلاح بعد از این که عثمان به شهادت رسید، معاویه خواستگاریش کرد که میخواست باشه ازدواج بکنه. ایشون گفت نه، من بعد از عثمان نمیخوام ازدواج بکنم، میخوام که در قیامت هم با عثمان باشم. و روایات دیگری هم در این زمینه اومده که با مردی که خوش اخلاق تر باشد، با مردی که خوش اخلاق تر باشد. این حدیث معنیش این است که با هر کدوم از مردهایی که به اصطلاح زن انتخاب بکند، یعنی وقتی که زن انتخاب بکند خواسته باشد، انشالله که به خواسته اش خواهد رسید. نماز با زیرپوش رکابی درست است؟ نماز ادا می شود با زیرپوش رکابی، نماز ادا می شود، فرض از گردن شما ساقط می شود، اما با زیرپوش رکابی مکروه است، زیرا که این که انسان نماز بخونه و شانه اش برهنه باشه، چیزی پوشیده نباشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم از این من فرمودن. آیا ناخن گذاشتن برای دختر گناه است؟ گناه نیست. اینکه دختر خانمی ناخن گذاشته باشه که به اندازه به اصطلاح بلندتر باشند ناخنش، مثلا بخواد که رنگ بکنه به طور مثال یا حنا بزنه، این اشکالی نداره، یعنی ممانعت شرعی نداره، گرچه خلاف فطرت و خلاف عادت هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند 5 من الفطره، 5 مورد یا در روایتی 10 من الفطره، 10 مورد از فطرت هستند. یکی از این موارد را فرمودند که گرفتن ناخنها جز فطرت هست، یعنی جز سنت پیامبر هست و نباید به ناخنها به اندازه بزرگ باشه که مانع به اصطلاح این باشه که انسان کارهای روزانهش رو به صورت راحتی انجام بده. اما یک فردی اگر به یک مقداری میخواست ناخنش بلندتر باشه، گناهی رو مرتکب نشده.
آیا تراشیدن اولین موی سر نوزاد واجبه؟ نه، واجب نیست. تراشیدن موی سر نوزاد واجب نیست، منتها سنت هست. سنت هست که در روز هفتم ولادت سر نوزاد در واقع تراشیده بشود و در همون روز نامگذاری بشود و برایش عقیقه ذبح بشود، یعنی گوسفندی رو به شکرانه این ولادت در واقع ذبح بکنند. اما تمام این موارد به اصطلاح واجب نیست. اگر کسی مثلا نداشت گوسفندی رو ذبح بکنه اشکالی نداره، بعدا هر وقتی که تونست این کار رو انجام بده. اگر سر نوزاد رو نتراشید اشکالی نداره، گناهی نداره. اما اگر کسی بتراشه اولاتر و بهتر هست و سنت هم در این مورد این هست، سنت هست، واجب نیست. آیا بخار روزه را باطل می کند؟ اگر منظورتون بخار هست یعنی به اصطلاح بخار آب به گونه‌ای باشه که مثلا قطراتی از آب وارد بدن میشه، آدم تنفس بکنه از طریق دهان و به اصطلاح قطراتی از آب، یعنی به گونه‌ای زیاد باشه مثلا که قطراتی آب داخل معدش برود، در این صورت شکننده هست. بخار شکننده است، زیرا که در همین ضمن به اصطلاح اجرامی قطراتی از آب هم امکان داره که وارد بدن بشه. اگر سوالتون این بود، اگر که مورد دیگری بود الله اعلم. چند وقتیه که دچار وسواس فکری شدم. آدم نمازخونیم، خدا رو شکر، و همیشه نماز میخونم. وسواس فکریم همیشه توهین به خدا هست. نعوذ بالله، چه کار بکنم؟ در مورد توهین به خدا، یعنی وسواسی که میاد در ذهن انسان که به اصطلاح یعنی الفاظ کفری میاد در به اصطلاح ذهنش، یک کلیپ کاملی هست من توضیح دادم به صورت کامل تحت عنوان وسواس که در خود در پیج هم گذاشتیم و در یوتیوب هم وجود داره. شما اینو ببینید به صورت کامل، من در اونجا توضیح دادم. اما این وسواسی که در ذهن شما میاد، به صورت خلاصه عرض بکنم که شما مکلف نیستید، یعنی گناهی برگردن شما نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ان الله تجاوز عن امتی عما حدثت به نفسها، که الله متعال از امت من درگذشته مواردی رو که بدون اختیار در ذهنش خطور میکنند. وسواسی رو که در ذهنش میاد، تصوراتی که در ذهنش میاد، به اصطلاح خاطرهایی که به اصطلاح کفرآمیز هست در ذهنش میاد، الله متعال اینا رو مؤاخذه نمیکنه. به صورت کامل اینو توضیح دادم، در پیج هست، انشالله ببینید مشکلتون حل میشه. آیا عده بر زن 85 ساله که شوهرش فوت شده واجب است و میتواند در ماه رمضان از ایران به منزل فرزندش در امارات برود؟ اصل بر این است که عده تفاوتی نداره. عده تفاوتی نداره که به اصطلاح یعنی زن جوان باشه یا پیر باشه، یک حکم شرعی هست. یک حکم شرعی هست برای فوت همسر یا برای به اصطلاح در صورت طلاق. این عده وجود داره. در صورت طلاق که عدهش همون به اصطلاح 3 ماه هست یا 3 عادت ماهیانه، و عدت وفات هم که 4 ماه و 10 روز است. تفاوتی در این زمینه وجود نداره. در ایام عادت، در ایام عده، زن میتواند که برای کارهای ضروری از منزل خارج بشود. برای کارهای ضروری از منزل خارج بشود، به شرط اینکه شب دوباره برگردد در منزل خودش باشد. برای کارهای ضروریش میتواند برود. بیماری رو میخواد ببیند، کار اداری دارد، نمیدونم کار جای دیگری دارد، میخواد بیمارستان برود، هیچ گونه اشکالی نداره، جایز هست. اما شب برگرده به همون در خونه خودش. اگر بدون ضرورتی هست، برای به اصطلاح به نیت علاج نیست و ضرورتی در این زمینه وجود نداره، صبر بکند که 4 ماه 10 روزش تمام بشه. بعد از جنابت خوراکی چیزی بخوریم جایز هست؟ بله، هیچ گونه اشکالی نداره. در هنگام جنابت، در حالت جنابت، خوردن و نوشیدن و بقیه موارد، شیر دادن بچه و جارو کردن خونه و آشپزی کردن و انجام دادن کارهای منزل، هیچ گونه اشکال و ممانعتی ندارد. اما اگر شما در حالت جنابت خواستید که چی غذای چیزی بخورید، وضو بگیرید بهتر هست. بهتر هست، نه اینکه باید وضو بگیرید. اگر وضو بگیرید اولاتر رو بهتر هست. پیش دعانویس دعا بنویسه برایمون گناه هست؟ و من معتقد به دعا نوشتن نیستم. از دیدگاه من هیچ گونه دعا نوشتن، هیچ گونه دعایی جایز نیست. هیچ گونه دعایی، حتی اگر آیات قرآن هم باشد،
نظر بنده این است که نباید چنین تعویضی بگیریم یا بنویسیم، زیرا که اگر این تعویض شرک آمیزی باشد، خب مشخصه که شرکه. اگر اشکال و اعداد باشه، اشکال هندسی باشند، خب این هم دیگه در واقع در همون دایره خرافات و مواردی هست که اصلا در واقع توکل بر غیر الله هست و استمداد از غیر الله باشه. بسیاری از تعویضات مثلا استمداد از غیر الله هست، طلب حاجت از غیر الله هست، که اینا شرک هست. بستگی داره به اون تعویضی که به اصطلاح نوشته شده. بسیاری از موارد رو دوستان عکساشون میفرستن برای من که این برای چی هست. من میبینم که واقعا موارد شرک آمیز در اونها نوشته شده. در این که اینها حرام است و شرک است، در این شکی وجود نداره. حتی در صورتی که تعویض از آیات قرآن باشد، نظر بنده این است که جایز نیست و این یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآنه. یک نوع بی‌حرمتی آیات قرآنه. شما آیه قرآن را نوشتید، روی دست خودتون بستید، روی با همون دست مثلا میخوابید، با همین تعویض میروید در دستشویی و در جاهای دیگر در حالت جنابت و بقیه موارد مثلا شما این رو حمل میکنید، روی آن میخوابید. این یک نوع بی‌حرمتی به آیات قرآن هست و ثابت نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام داده باشه. رقیه شرعی جایز هست، دعای قرآنی، قرآن درمانی جایز هست، هیچ اشکالی نداره. اما این بحثش با این که یک چیزی رو آیه از قرآن بنویسید، روی گردن خودتون بنویسید و متاسفانه بعضی از این دعانویسایی که یعنی تقوا و پرهیزگاری ندارند، از الله نمیترسند، روی بدن افراد مثلا تعویض می‌نویسند، دعا می‌نویسند، اینا تمامشون خرافات و بدعات و احیانا در نزدیک به برخی از این موارد شرک آمیزی هست، خلاف ادب و اخلاق هست. به هیچ عنوان شما به این گونه افراد اعتماد نکنید. اگر مادر بگوید این شخص را بگیر و دختر راضی نباشد چیکار بکند؟ از نظر شرعی نباید دختری رو اجبار بکنیم به ازدواج. دختر انسان هست، اختیار داره و عشق داره، علاقه داره، احساس داره، عاطفه دارد. شما به هیچ عنوان اجازه ندارید که عشق و عاطفه و احساس دخترتون رو نادیده بگیرید یا سرکوب بکنید، اون رو باز دارید از این که مجبورش بکنید با یک فردی که دوست ندارد در واقع ازدواج بکنند. این زمین ساز به اصطلاح انحراف میشه در جامعه، زمین ساز روابط نامشروع میشه و گناهش بر همون کسی هست که در واقع این سبب شده، نه این که به اصطلاح خود فرد گناهکار نیست. خود اون جوانی هم که دنبال به اصطلاح رابطه نامشروع بره بعد از آن، اونم گناهکار هست، اما یک سهمی از گناهش برمیگرده به اون کسانی که این زمینه رو در واقع برایش فراهم کردن. آیا داشتن رابطه در رمضان حرام است؟ نه، در شبهای رمضان داشتن رابطه هیچ گونه ممنوعیتی ندارد و به تصریح قرآن جایز هست و گناهی وجود نداره. چیزی که حرام هست در هنگام روزه هست، یعنی در روزی که شما روزه هستید. در شبهای رمضان اشکالی نداره. احل لکم که الله متعال احل لکم الرفث، که در شبهای رمضان برای شما جماع از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، در شبهای رمضان برای شما جایز هست که با همسرانتون در واقع همبستر بشوید. تصریح قرآن کریم هست. آیا خواندن نماز فرض تنها مشکل دارد؟ نه، مشکلی ندارد. اصل بر این است که انسان پایبند نماز فرض باشه. اون چیزی که فرض هست یعنی واجب و قطعی هست که اونو باید بخونیم. اما اگر شما بنابر ضرورتی مثلا نمیتونستید که نماز سنت را بخونید، گناهی برگردن شما نیست. گناهی رو مرتکب نشدید که در روز قیامت مجازات بشوید، اما فضیلتی رو از دست دادید، زیرا که نمازهای سنت و نمازهای نفل، اینم تاکید کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نمازهای سنت، خصوصا نماز سنت فجر تاکید بیشتری شده در این مورد، یا سنت وتر که تاکید شده، یا سنت های مؤکده دیگه مانند نماز ظهر که درجات بعدی هستند و این نمازها در واقع مکمل نماز فرض شما هستند. اگر نماز فرضتون اشکالی داشته باشه، نقصی داشته باشه، با این نمازهای سنت در واقع برطرف میشه. اما اگر کسی نخواند بنابر هر منظوری که بود، گناهکار نشده و نماز فرضش صحیح است. آیا وضو گرفتن با چکمه یا لباس چکمه‌ای درست است؟ وضو گرفتن با چکمه
اگر منظورتون این است که یعنی مسح بکنید بر روی چکمه، که مسح بکنید، وضو بگیرید، در سفری هستید، فرض کنیم که در رفتید برای تفریح، میخواید روی کفش خودتون مسح بکنید، روی چکمه مسح بکنید و بعدا با کفش نماز بخونید، اشکالی نداره، جایز هست، اشکالی نداره و این جایز هست از نظر شرعی. آیا نماز تهجد به آرزوهایمان میرساند؟ نه. خاصیت نماز تهجد این نیست که شما رو به آرزوهایتان برساند، یا شما به این نیت نماز تهجد بخوانید که خاصیتش این باشه که شما رو به آرزوهایتان برسد. نماز تهجد نماز خالصانه ای هست، عبادت پروردگار متعال هست، در یک زمانی که خودتون و الله متعال میدونند و السلام در خانه هستید و خلوت هست، در خلوت رفتید با الله متعال راز و نیاز میکنید. جایز هست که در نماز تهجد و در هنگام تهجد دعا بکنید پروردگارا مرا به آرزوهایم برسان. اما این که نماز تهجد برای رسیدن به حاجت ها هست، نه، چنین چیزی وجود نداره. نماز تهجد برای عبادت خالصانه الله متعال هست. اگر نماز فرض رو اشتباهی رکعاتاشو بخونیم باید دوباره بخونیم یا نه؟ شما توضیح ندادید که اشتباه بخونید یعنی چی. اگر منظورتون این است که تعداد رکعات رو اشتباه کردید در نماز، مثلا یعنی مشکوک شدید در نماز، به طور مثال الان فرض کنید که شما نمیدونید که رکعت چندم هستید در نماز، نمیدانید که رکعت چندم هستید، خب در این صورت شما همون حد اقل رو مبنا قرار بدید. اشتباه کردید در رکعات نماز، الان نمیدانید که رکعت دوم هستید یا رکعت سوم هستید. خب رکعت دومی که قطعی هست، رکعت دوم قطعی هست، رکعت سوم شما شک دارید، نمیدونید رکعت سوم هست یا نیست، در این صورت شما همون حد اقل را حساب بکنید. در صورتی که شما بین رکعت اول و رکعت دوم شک بودید، رکعت اول هست. اگر بین رکعت دوم و رکعت سوم شک بودید، خب رکعت دوم حساب بکنید، یک رکعت دیگر، دو رکعت دیگر که نمازتون کامل بشود بخونید و بعدش سجده سهو انجام بدید. کسی غسل همبستری انجام ندهد چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که نمازش ترک می شود، نمی تواند که نماز بخواند، نمازش که بخواند نمازش جایز نیست و ترک نماز جز گناهان کبیره است. ترک نماز جز گناهان کبیره و از تمام گناهان دیگر هم سنگین‌تر است. یک تصوری که مردم دارند ترک نماز رو در واقع خیلی ساده میگیرند. ترک نماز گناهش حتی از زنا و از غیبت و نمیدونم از شراب خوردن و از بقیه موارد گناهش از نظر شرعی سنگین‌تر هست و اولین رکن عبادی دین اسلام همین نماز هست و اولین موردی که در روز قیامت هم از انسان در روز قیامت در مورد احکام الهی سوال می شود، در مورد همین نماز سوال می شود. پس بنابراین این نماز درجهش و اهمیتش از تمام این گونه موارد بیشتر هست و ترکش هم در واقع گناه سنگین تری هست. اگر دختری عاشق بشود باید چه کار بکند؟ اگر دختری عاشق بشود حکمش این است که با پدرش در میان بگذارد، با برادرش، با عمویش، هر کسی که از سرپرستش در میان بگذارد که میخواد با فلانی مثلا ازدواج بکنه و از طریق خانواده ها با همدیگر توافق بکنن، با همدیگر مشورت بکنن، نهایتا به اینکه به اصطلاح به اون کسی که به اصطلاح عاشق شده اگر اون فرد هم میتونه باشه ازدواج بکنه، ازدواج بکنن. اما اگر میداند که چون این راهی امکان پذیر نیست و نمیتواند به اون کسی که به قول معروف مثلا عاشق شده نمیتواند به اون نرسد، نمیتواند که برسد، حکمش این است که خب باید خودش رو یعنی راضی باشد به رضای الله متعال. یک فردی الان رفته ازدواج کرده، زن و بچه داره، نمیتونه با تو ازدواج بکنه، موقعیت جور نمیشه. یا فردی فرض بکنیم که خیلی از تو دور هست، فقط یعنی با شنیدن صدایش و با دیدن عکسش مثلا عاشق شدی، خب این به این چنین فردی نمیرسی. انسان نباید خودش را با فکر کردن و با تصورات خودش را وابسته به یک فردی بکنه که نمیتونه با اون ازدواج بکنه. اما اگر از نزدیکانتون هست، از آشنایانتون هست، میتونی از طریق خانواده ها اقدام بکنید، این هیچ گونه گناهی نداره. از طریق خانواده، این که خانواده دختر برند خواستگاری یک پسری هیچ گونه به اصطلاح اشکالی نداره از نظر شرعی و همون گونه که مرد حق انتخاب زنش رو داره، زن و دختر هم حق داره که شوهر خودش رو انتخاب بکنه.
من 7 سال دارم دعا میکنم اما هیچ اتفاقی نیفتاده، دارم ایمان اونو از دست میدم، چه کار بکنم؟ ببینید شما 7 ساله که دعا میکنید اتفاقی نیفتاده، من میگم که خیلی اتفاق افتاده. 7 سال است که دعا میکنی اتفاق افتاده، من میگم که اتفاق، میگید که چیزی اتفاق نیفتاده، من عرض میکنم که نه، خیلی اتفاقات افتاده. همین دعایی که شما کردید در این مدت، تمام اینها عبادت هست برای شما. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدعاء هو العباده، دعا همون عبادت هست. یعنی شما 7 ساله که داری عبادت الله متعال رو انجام میدهید. اما این که من دعا کردم و دقیقاً اون چیزی رو که من از الله متعال خواستم، اون رو الله متعال به من نداده. خب اولا ما باید به رحمت الله متعال ایمان داشته باشیم، به رأفت الله متعال ایمان داشته باشیم، به حکمت الله متعال ایمان داشته باشیم. در هنگام دعا حتما یکی از 3 مورد رو الله متعال به ما عنایت میکند. اولا این که اگر بساط که دعا میکنیم، خب یک عبادتی رو انجام دادیم، قطعا ثوابش به ما خواهد رسید. وقتی که دعا میکنیم یعنی این که اگر که اون خواسته اصلی ما برآورده نشد، حتما الله متعال به برکت همین دعای شما امکان داره که مثلا یک مصیبتی رو از شما دور بکند. این هم اجابت دعا هست. مورد آخرش اجابت که فکر و تصور ما اینه که اجابت دعا تنها این است که ما به خواسته خودمان برسیم، این است که الله متعال اون خواسته شما رو برآورده بکنند. اما اگر خواسته شما برآورده نشد، معنیش این نیست که دعای شما اجابت نشده، الله متعال قبول نکرده. حتما 2 مورد دیگر رو الله متعال برای شما در نظر گرفته و ایمان داشته باشیم به رحمت الله و به حکمت الله متعال. حتما در اون حکمتی هست که شما دقیقاً به اون چیزی که خواستید مثلا نرسیدید. حالا فرض بکنیم شما دعا میکنید که به فلان زن مثلا که باید برسید. خب اون زن شوهری داره، ناموس کسی دیگری هست، نامزد کسی دیگری هست. شما هر چه دعا بکنید، شاید خب این دعای شما دیگه به این معنی هست که زندگی اون پاشیده بشه و این فرد به شما برسه. این به اصطلاح نه حکمت هست و نه هم حق شما هست که چون این دعایی رو بکنید. یا حتی در موارد دیگری که به اصطلاح محظور شرعی هم نداشته باشد، نهایتش همان چیزی می شود که الله متعال میخواهد و شما دعایی رو که کردید حتما ثوابش رو در دنیا و آخرت انشاءالله حتما خواهید دید. مردی بگوید زنش طلاق میدم ولی طلاق نداده، در واقع طلاق داده یا نه؟ طلاق داده یا نه؟ نه، وقتی که مردی بگوید که من زنم را طلاق میدهم، این تهدید به طلاقه. یا به زنش بگه من تو را طلاق میدهم، این تهدید به طلاقه. با این جمله طلاق واقع نمی شود. اگر گفت که من تو را طلاق داده ام، یا گفت که مثلا زنش را طلاق داده، این یک بحث جداگانه هست. یا گفت که تو طلاقی، خب اون طلاق واقع میشه. اما به این که بگوید من تو را طلاق میدم، تهدیدش بکنه، یا زنم را طلاق میدم، با این جمله طلاق واقع نمی شود. نماز عصر تا چه وقت جواز دارد؟ نماز عصر رو دیگه باید تا زمانی که آفتاب کاملا زرد نشده، نزدیک به غروب نیست، و نماز عصر رو باید بخونیم. و نهایتش اگر کسی به اصطلاح یعنی مشغول بود و نمیتونست بخونه و مجبوراً یعنی در حالت استثنایی تا قبل از غروب خواند، نمازش جایز هست، نمازش ادا شده. اما نماز در نزدیک غروب بعد از این که در واقع آفتاب زرد می شود، نماز مکروه. اون وقت به اصطلاح کراهت هست، باید قبل از آن نماز را بخوانید. سیگار روزه را باطل میکنه؟ بله، سیگار روزه را باطل میکنه. هر گونه دخانیاتی که روی روح روان انسان در واقع تاثیر داره و نشه آور هست، انسان از حالت عادی خارج میکنه و یک فردی که مثلا به اون عادت نکرده دچار سردرد و گیجی میشه، این از نظر شرعی جزو شکننده های به اصطلاح روزه هست. از کجا بفهمیم که ما را سحر کردند یا نه؟ خب اصل بر این است که سحر نکردید، اصل بر این است که شما سحر نشدید. چرا باید شما تصور بکنید که حتما سحر شدید؟ از بس که اینقدر تبلیغات شده دیگه، مردم همه فکر میکنند که حتما سحر شدن. اگر یک مشکلی انسان دچار میشه، نمیدونه یک اتفاقی براش میفته، اولین گزینه این است که حتما سحر شده. نه،
الله متعال برایتون مقدر کرده که فلان مشکل برای شما به وجود بیاد. دلیلش این نیست که به اصطلاح به شما سحر شده باشید. اگر علامات سحر را داشته باشید، خب در اون وقت بگردید مثلا دنبال این که سحر شدید یا نشدید. وقتی که هیچ گونه علامتی رو ندارید، هیچ گونه اتفاق به اصطلاح ماورایی برایتون نیفتاده، خب دلیل هم نداره که شما همیشه مشکوک باشید که حتما شما را سحر کردند. من بچه‌م فوت کرده، دوباره میتونم اسمش رو بردارم؟ اصلا اشکالی نداره. کسی که مثلا یک بچهش فوت کرده، اسم زیبایی داشته، میخواست مثلا همون دوباره همون نام رو انتخاب بکنه، هیچ گونه اشکال و ممانعتی وجود نداره، کاملا جایز هست و نه بدشگونی داره و نه بدفالی هست، بلکه جایز هست، هیچ گونه اشکالی نداره. هر کسی وقتی که متولد میشه قسمت خودش رو داره، رزق و روزی خودش رو و تقدیر خودش رو داره و جداگانه هست، هیچ ربطی با هم دیگر ندارن. گرچه شما هم اسم همون فرزند قبلیتون انتخاب بکنید، هیچ گونه اشکالی نداره و اتفاق خاصی هم براشون نمیفته. آیا رفتن به تبلیغ جماعت 4 ماه ثابت شده در قرآن یا نه؟ نه، چرا؟ قرآن مگه کتاب چی هست که مثلا هر چیزی که اتفاق افتاده باشه در قرآن بنویسه که مثلا شما 4 ماه برید برای تبلیغ؟ تبلیغ دین اسلام یک وظیفه عمومی هست برای تمام مردم، چه شما 4 ماه برید یا 4 ماه نروید. کسانی که عالم دین هستند، کسانی که از دین چیزی یاد گرفتند، وظیفهشون این است که هر چرا که یاد گرفتند به دیگران برسانند، امر به معروف بکنند، نهی از منکر بکنند. چه جماعت بروید یا جماعت نروید. جماعت رفتن هم یک تنظیمی هست، یک برنامه‌ای هست، یک راهی برای تشویق به دعوت و اصلاح هست، وگرنه لازم نیست که حتما دلیلی از قرآن داشته باشه. کلیات اسلام وقتی که این رو اجازه داده، از نظر شرعی هم اشکالی نداره. حکم بازی پابجی از نظر شرعی اشکالی نداره تا زمانی که منجر به اصطلاح یک امر حرام نشده باشه، مثلا شرط بازی نباشه، برای قمار نباشه، یا این که منجر به فوت نماز نشود، اشکالی نداره، جایز هست. حکم کسی که روی صندلی نماز میخواند به خاطر ساییدگی زانو چه؟ اشکالی نداره. وقتی کسی نمیتونه به اصطلاح ایستاده نماز بخونه، از نظر شرعی باید بنشینه نماز بخونه، نشسته نماز بخونه، 4 زانو بشینه نماز بخونه. اگر روی صندلی هم نشست که مثلا راحت‌تر، مثلا در وقت قیام بیسته یا به صورت کلی از اول تا آخر نماز روی صندلی نماز بخواند و سجده و رکوعش را با اشاره انجام بدهد، برای کسی که معذور هست اشکالی نداره، جایز است. خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به آخر برنامه امروز و تا برنامه دیگر و مطالب دیگر و پرسش های دیگری از شما رو به الله متعال میسپارم و از این که یعنی فرصت نمیشه که تمام عزیزان، یعنی تک تک شما عزیزان، با توجه به اینکه سوالات بسیار زیاد هست، نمیشه که یعنی همه رو جواب داد و نمیرسیم. انشالله که بیشتر سوالات جواب داده شده و سوالات بسیاری از شما بوده که الحمدلله الله متعال توفیق داد و انشالله مطالب دیگر و سوالات دیگری شما که در شبهای آینده به امید الله در خدمت شما خواهم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.